آیا با واقعیت جمال مبارز بالای زهرا الهام هنرمند جوان در کشور استرالیا تجاوز کرده است؟ دلیل گریه‌های زهرا الهام در صفحات مجازی‌اش چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی زهرا الهام در صفحات مجازی. زهرا الهام چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخته است و دلیل دوری زهرا الهام از هنر موسیقی چیست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدن این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زهرا الهام هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زهرا الهام عاشقانه هنر موسیقیش را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاه برنامه‌های رسانه‌ای خوبی داشته باشد. وی در کشور پاکستان بزرگ شده است ولی اصالتاً هزاره بوده است. زهرا الهام برنامه‌های موسیقیش مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گرفت. بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور استرالیا بست و توانست در کشور استرالیا هم کنسرت‌های برگزار کند. آهنگ‌های بسرایت که مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گرفت. این همه در حالی است که زهرا الهام در کشور استرالیا تازه تصاویرش به نشر میرسد که وی در حالت بدرویی و روانی قرار گرفته است. ادعاهایی در صفحات مجازی وجود دارد که جمال مبارز بالایش تجاوز کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست و کاملا خبرهای صفحات مجازی بوده است، ولی ما آرزو داریم این خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای زهرا الهام و جمعی از جوانان کشور از بارگاه عزت العزال تمنا داریم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.